اینها نابینایانی هستند که پس از فراگیری کورس 6 ماهه کامپیوتر مراسم فراغتشان را تجلیل می کنند. بنفشه یعقوبی رئیس مؤسسه رهیاب که این برنامه را تمویل کرده میگوید شماری از اداره‌های حکومتی تعهد کرده تا برخی این فارغین را به کار بگمارند. این کورس شامل یک دوره تعلیمی عمومی کامپیوتر بود که شامل برنامه‌های NVIDIA، جاز و ویندوز میشد. برنامه ویندوز ادیمانتی ویندوز بود و حتی برنامه پیشرفته ویندوز که اینا یاد گرفتن و 10 نفر بودن، 5 نفر از خانم‌ها، 5 نفر از آقایان. سعیده و پروانه جمشیدی دو تن از این متعلمین میگویند تلاش میکنند بیاموزند تا احتیاج دست دیگری نشوند. دفتر راهیاب آموزش کامپیوتر را گرفتیم و بسیار مسئولیت گرفتیم. بسیار خوش هستم از اینکه ما اینجا درس خواندیم و به نتیجه رسیدیم که ما بسیار خوب کامپیوتر یاد گرفتیم و میتونم به طور کامل به کامپیوتر دسترسی داشته باشم و میتونم برنامه‌های مختلف از کامپیوتر. در این حال جمیله افغان معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید تلاش میکنند تا سهولت‌ها را برای زمینه کاری به نابینایان فراهم کنند. با گفته وی در حال حاضر در کشور با نابینایان برخورد دوگانه صورت میگیرد و او تلاش خواهد کرد تا این برخورد را ریشه‌کن سازد.